وقتی که با سوگ مواجه میشیم دقیقاً چه اتفاقی برامون میفته؟ در مورد این که بعد از سوگ چی به ما میگذره، نظریه معروفی وجود داره که احتمالا شما میشناسیدش، مراحل پنجگانه کوبلر راس. طبق این نظریه ما بعد از سوگ 5 مرحله انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و نهایتاً پذیرش رو طی میکنیم. اما مطالعه آدم‌های مختلف و تجربه شخصی آدم‌ها چیز دیگه ای رو نشون میده. مثلا لوسی هوم توی پادکست هیدن برین و کتابش Resilient Grieving میگه این مراحل به ترتیب لزوما اتفاق نمیافتن و وقتی هم اتفاق میافتن ما ترکیبی ازشون رو حس میکنیم. یا حتی ما توی قسمت 5 پادکست وقتی تجربیات نازنین در مورد سوگ رو میشنیدیم اینطور برامون تعریف میکرد. به من گفتن نازنین الان این حسو داری طبیعیه، تو الان تو مرحله دوم هستی. بعد میری وارد اون مرحله میشی و چیزی که برای من یه ذره سخت بود این بودش که منتظر مرحله سوم بودم ولی من دوباره برمیگشتم تو مرحله اول و اینطوری بودم نکنه داره واسه من اشتباه طی میشه، من مشکل دارم و خودم مجبور میکردم وارد مرحله سوم بشم. اتفاقی که یه ذره منو اذیت میکرد این بودش که